طالبان در افغانستان روز 29 نوامبر با نشر یک بیانیه گفتند که از طرح‌های منطقوی به مثل КАСА-1000 که قرار است نیروی برق تاجیکستان را با افغانستان و پاکستان برساند حمایت میکنند. رهبران گروه در این بیانیه از اعضای خود خواستند که مانع اجرای طرح‌های زیربنیادی به مثل راه‌های آهنو، لولاهای گاز نشوند و در تامین امنیتی آنها سهم بگیرند. طالبان در گذشته راه و پل‌ها و مؤسسه‌های زیادی را در افغانستان نابود کردند و بیانیه اخیرشان حیرت انگیز است. در رابطه با این مسئله صحبت داریم با جعفر احمدی، همکارم از رادیوی افغانستانی آزاد. جعفر، به برنامه ما خوش آمدید. خب میتونید بگویید که حکومت رسمی افغانستان، مقامات در رابطه با این بیانیه طالبان چی نظر دارند؟ پس از گذشت چند ساعت از این اعلام، طوری که شما هم گفتین، طالبان، ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که انتظار هستند تا طالبان در عمل آنچه را وعده سپردن عملی بسازن و به اجرا بگذارن. یکی از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت که در جریان سالهای گذشته طالبان در نتیجه حملاتشان به تأسیسات عام المنفعه خسارات جبران ناپذیر وارد کردند. به گفته حکومت افغانستان در ماه‌های اخیر بیش از 2 میلیارد افغانی به تأسیسات عام المنفعه در نتیجه حملات طالبان خساره وارد شده و حکومت افغانستان در کل از این تصمیم طالبان استقبال میکنه و انتظار است که اینا در عمل آنچه را وعده سپردن اجرا بکنن. خب میتوان گفت که این بیانیه طالبان یک نوع نشانه میل آنها برای صلح بستن با حکومت افغانستان است. خب میشه در مورد این تصمیم طالبان خوشبین بود و این اعلام طالبان میتونه امیدوار کننده باشه. ما صحبت داشتیم با چند عضو شورای عالی صلح افغانستان، نهادی که مسئولیت و صلاحیت اجرای گفتگوهای صلح با طالبان را به عهده دارد. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور روابط بین المللی این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که در گذشته هم چنین وعده های صورت گرفته از طرف طالبان و این تصمیم طالبان میتونه حسن نیت باشه. و آقای قاسمیار برای ما گفت که انتظار هستند تا طالبان وارد پروسه صلح با حکومت افغانستان شوند. خب قبل از این صحبت شما در رابطه با گزارش تازه اوید با وضع بدی مالی طالبان میگفتید. خب میتونید در این باره بیشتر صحبت کنید؟ دقیقاً روزنامه گاردین مطلب را در این مورد پخش کرده و به نقل از منابع نزدیک به گروه طالبان نوشته که در ماه‌ها و سالهای اخیر منابع مالی طالبان کاهش یافته. خب اینجا چند دلیل هم ذکر شده. یکی از دلایل است که پس از اعلام خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر پیشین طالبان، منابع مالی طالبان کم شد. پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، کسی که جانشین ملا محمد عمر شد و در نتیجه حمله طیاره بی پیلوت امریکایی در پاکستان کشته شده، هم منابع مالی طالبان کاهش یافت، البته بر اساس گزارش روزنامه گاردین. و دلیلش است که بر اساس گزارش منصور روابط خوب با تاجران داشت و در قسمت گردآوری منابع مالی و کمک‌های مالی به این گروه میتونست موفقانه عمل بکنه. دلیل دیگه کاهش منابع مالی طالبان است که گفته میشه مناطقی را که اینا در جنوب افغانستان در گذشته در دست داشتند و بالایش کنترل داشتن، حالا از طرف داعش تصرف شده و طالبان در گذشته میتونستن از این محلات از درک تولید تریاک و جمع آوری عشر از مردم منابع مالیشان را بلند ببرند. خب تشکر زیاد. یادآور میشم که در صحبت ما جعفر احمدی بود، همکارمان از رادیوی افغانستانی آزاد. خوش آمدید بار دیگر. سلامت.